تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مؤمن أقليل عندك أن توصف بالإيمان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. الآية. صدق الله العظیم. خدمت همه بزرگواران، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. طوری که در جلسه اول اشاره شد که الله سبحانه و تعالی در 89 جای قرآن عظیم الشان لفظ یا ایها الذین آمنو را ذکر می کند که در 20 از سوره قرآن یا سور قرآن این الفاظ یا ایها الذین آمنو و یا این عبارات مبارکه قرآن ذکر شده است. در این آخرین جلسه چند آیه که ارتباط به اهل ایمان هست میخواهد که مسئله آداب را به ما یاد بدهد. قرآن چه کتاب زیبایی است. قرآن کتاب است که در حقیقت لا ریب فی، هیچ شک در این نیست. به فرموده اقبال که میگوید این کتابی نیست چیزی دیگر است، چون که در جان رفت جان دیگر شود، چون که جان دیگر شد جهان دیگر شود. الله سبحانه و تعالی باز هم اهل ایمان را مخاطب می کند. می فرماید یا ایها الذین آمنو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها. ای اهل ایمان، شما متوجه باشید که هنگامی که میخواهید به دید و بازدید دوستان و عزیزان خود بروید مستقیم به خانه داخل نشوید. اگر خانه زنگ داشت زنگ را فشار میدهید و اگر نداشت به دروازه خانه به اصطلاح امروزی تک تک میزنید و منتظر میمانید تا اینکه صاحب خانه برای شما اجازه بدهد. و همچنین اگر دروازه خانه باز بود و شما قبل از داخل شدن صدای خود را بلند کنید و بر اهل او خانه سلام بفرستید. قرآن عظیم الشان چه کتاب زیبایی است و این خطاب پروردگار عالم برای اهل ایمان، برای اینکه اهل ایمان تربیه خوبی بشن، انسانهای مؤدب باشن، قرآن اشاره میکنه که لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم. شما دیگه مستقیم وارد یک خانه نشوید وقتی خانه شما نیست. وقتی گفت خانه شما نیست به این معنا که غیر از او خانه‌ای که محارم شماست، هر خانه دیگری که شما میخواستید وارد بشوید باید که اذن و طلب اجازه بنمایید. آیه دیگر الله سبحانه و تعالی میفرماید یا ایها الذین آمنو، ای اهل ایمان. بارها و بارها گفتیم که وقتی قرآن میگه یا ایها الذین آمنو، این تشریفا و تکریما
برای عباد و بندگان گفته شده. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ای اهل ایمان صدای خود را بلند نکنید. از رسول الله سوال میکنید، سوال کنید. از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسان میکنید، پرسان کنید. و یا در مجلسی که رسول الله نشسته هست شما صدای خود را بلند نکنید از صدای رسول الله صلی الله علیه و سلم. حالا این که در عصر صحابه بود، رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا رفتن. امروزه علما میفرمایند که هنگامی که شما در جایی که جلسه درس حدیث از احادیث گوهربار نبی کریم صلی الله علیه و سلم هست، شما در او جلسه مؤدب بنشینید. صدای خود را در مقابل حدیث رسول الله، به مجردی که شنیدید که این حدیث از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده و صحیح است، شما دیگه صدای خود را بلند نکنید، چون و چرا نیاورید. و همچنین بعضی از علما و بزرگان میفرمایند که این آیه مبارکه به این که شما وقتی که در مدینه منوره هستید با ادب زندگی کنید، خصوصا وقتی مسجد النبوی صلی الله علیه و سلم داخل میشوید با ادب باشید و زمانی که میروید در مقابل رسول الله صلی الله علیه و سلم عرض سلام میکنید و درود میفرستید و صلوات میفرستید، بسیار با ادب و احترام بدون اینکه سر و صدای داشته باشید. این آیات پیروان خود را درس ادب میدهد، درس اینکه اونها انسانهای شایسته و نیکی باشند. آیه دیگر باز هم اشاره می کند یا ایها الذین آمنو، ای اهل ایمان. من و تو را مخاطب دارد. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، بترسید از خدا، تقوا را پیشه خود بسازید. و قولوا قولا سدیدا، هنگامی که سخن میگویید سخن حق بگویید، متوجه باشید. زمانی که از شما چیزی خواستن حق بگویید، زمانی که میخواستید حرف بزنید حق بگویید. این آداب است که الله سبحانه و تعالی اهل ایمان را متوجه آن میسازد. آیه دیگر باز هم این آیات خیلی تشریحات داره، خیلی تفصیلات داره و خیلی تفسیر داره، چون برنامه ما برنامه است که تعلق به اهل ایمان و وقتش موجز و خلاصه هست، ما هم خلاصه میگذاریم. آیه دیگر الله سبحانه و تعالی میفرماید یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا یفسح الله لكم. ای اهل ایمان، شما در یک محفل قرار دارید، در یک مجلس قرار دارید، در جای نشسته هستید، کسی میآیه، زمانی که گفته شد برای شما تفسحوا، جا بدهید. هنگامی که در این مجالس شما جا دادید، اذا قیل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، شما جا بدهید. چه کار میشه؟ یفسح الله لكم، الله سبحانه و تعالی شما را در جوار رحمت خود جا میده. الله سبحانه و تعالی مقام شما را بلند میبره. الله سبحانه و تعالی برای شما رحمت خود را نازل میکنه. یعنی محبت داشته باشید. بعضی از انسانها در بعضی از محافل چنان می نشینن که جای 3 نفر دیگه هم هنوز هست، بازم دلشان نمیخواد کسی در کنار اونها بنشینه. انما المؤمنون اخوه، مؤمنین همه برادر یک دیگرن. رحماء بینهم، بین هم دیگر مهربان باشید. به این آیه مبارکه الله سبحانه و تعالی میگه وقتی از شما کسی خواست و گفته شد که شما جا بدهید، فافسحوا، جا بدهید، یفسح الله لكم. حتی و اذا قیل انشزوا فانشزوا، اگر یک کسی به شما گفت شما برخیزید از اینجا بنشینید، یک بزرگتر، یک کلانتر، یک عالمتری میایه در اینجا مینشینه، شما احترامانه برخیزید. پاداش الله سبحانه و تعالی میدهد به این احترامی که شما با بزرگترها و از خود کوچکترها مینمایید، پاداش نزد الله سبحانه و تعالی هست. پس این آیات به ما درس ادب و
تربیه داد. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم. آیه دیگر یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم. آیه دیگر یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا. آیه دیگر یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا یفسح الله لكم. الله سبحانه و تعالی برای ما توفیق بده تا اینکه از این برنامه ها درست و صحیح استفاده کنیم. الله سبحانه و تعالی برای دوستان و عزیزان و بزرگوارانی که در راستای تسجیل این برنامه ما را همراهی کردن، الله جزای خیر عنایت بفرمایه. و برای مسئولین شبکه جهانی وسال حق عزت، سرفرازی و سربلندی را خداوند عنایت بفرمایه. الله سبحانه و تعالی بر همه ما توفیق بده که اکتفا به این تفسیرهای مختصری که در لابلای برنامه شد نکنیم. هر آیه‌ای که گفته شد برداریم، در تفاسیری که امروز به زبانهای مختلف خصوصا طرف ما برادران فارسی زبان که هستند تفاسیر زیادی و معتمدی به زبان فارسی ترجمه شده بردارن آیات یک آیه کر با دقیق و با دقت کامل نگاه بشه تا اینکه ببینیم الله سبحانه و تعالی از فوق آسمان ها ما را به چه زیبایی مخاطب کرده و ما را دوست داره که ما انسانهای صالح، انسانهای با ادب و انسانهای خلاصه زیبای در روی زمین باشیم. خداوند شما را و همه دوستان و عزیزان ما را سرفراز و سربلند داشته باشه. خدای تبارک و تعالی بر همه ما، بر من گوینده و بر شما شنوندگان عزیز توفیق عمل نصیب بفرمایه. خداوند مردگان ما را مورد رحمت خیش قرار بدهد. الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده که همیشه با قرآن و همیشه با احکامات قرآن سر و کار داشته باشیم. الله حافظ و نگهدار همه شما خوبان و بزرگواران. إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مؤمن أقليل عندك أن توصف بالإيمان